سلام و درود خدمت شما دانش آموزان پایه دهم. بنده امیر محمد محمودی هستم و با بخش رایتینگ درس دوم کتابتون در خدمتتون خواهم بود. این بخش کتاب به صورت کلی به صفت‌ها میپردازه. adjective، صفت، کلمه‌ای که اسم رو توصیف میکنه و اطلاعات بیشتری از اون اسم رو در اختیار ما قرار میده. اطلاعاتی از قبیل شماره 1. صفت‌هایی که به quality، کیفیت و یا opinion، نظر و عقیده مربوط میشن. به عنوان مثال nice، neat، boring و یا کلمه beautiful در جمله زیر a beautiful flower. مورد دوم size، اندازه. به عنوان مثال small، tall، short و یا کلمه big در این مثال a big cat. مورد سوم age، سن. به عنوان مثال young، new، modern و یا کلمه old در این مثال an old tree. مورد چهارم color، رنگ. به عنوان مثال black، red، dark و یا کلمه blue در این مثال a blue sky. مورد پنجم nationality، ملیت. به عنوان مثال Iranian، German، Chinese، African. و مورد ششم material، جنس. به عنوان مثال wooden، rocky، golden، plastic. در صفحه 65 میخوایم با جایگاه صفت‌ها در جمله آشنا بشیم. صفت‌ها در جمله معمولاً در دو جایگاه قرار میگیرند. جایگاه اول before a noun، قبل از اسم. به عنوان مثال an interesting planet، یک سیاره جالب. planet در این جمله اسم ما هستش و interesting به معنی جالب صفت این جمله محسوب میشه. مثال بعدی two small moons، دو قمر کوچک. moons اسم جمع این جمله هستش که قبل از اون صفت small قرار داده شده. و مثال آخر red cells، سلولهای خونی. در اینجا red به معنی قرمز صفت ما محسوب میشه. جایگاه دوم صفت‌ها after the verb be، بعد از فعل be هستش. به عنوان مثال human body is amazing، بدن انسان شگفت‌انگیز است. is فعل to be این جمله و amazing صفت این جمله هستش. مثال بعدی she was so happy، او بسیار خوشحال بود. happy صفت و was فعل to be ما هستند. و مثال آخر Venus is smaller than Earth، سیاره زهره از زمین کوچکتر است. smaller صفت تفصیلی و is فعل to be این جمله محسوب میشن. خیلی ممنون که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. پاسخ تمارین این بخش کتابتون در قالب یک فایل PDF جمع‌آوری شدند که شما میتونید این فایل رو از طریق کانال تلگرامی ما دریافت کنید.